5 معلومات در باره حضرت ابراهیم. ابراهیم علیه السلام پیامبر است که خداوند آن کس را در قرآن خلیل یعنی دوست صمیمی خود نام برده است و 69 بار در قرآن ذکر شده است. برای ابراهیم علیه السلام 10 صحیفه نازل گردیده است که آن با عنوان صوفی ابراهیم مشهور است و در آن یک قطار موعظه ها و احکام ها ذکر شده است. مردمی که به خدا ایمان نداشتند یک روز بت‌ها را شکسته دریافتند و با گمان آنکه ابراهیم علیه السلام دشمن بت‌ها بود از او پرسیدند: ای ابراهیم، آیا تو این کار را با خدایان ما کردی؟ ابراهیم علیه السلام گفت: بلکه آن را این بت بزرگشان کرده است. پس اگر سخن میگوید از او بپرسید. هنگامی که مردم اعتراف کردند که بت‌ها بی جان هستند و نمیتوانند سخن گویند، ابراهیم علیه السلام گفت: پس چرا شما بت‌ها را میپرستید که به شما هیچ فایده و زیانی نمیرساند؟ وای بر شما و بر آنچه شما به جز خدا میپرستید. آیا فکر نمیکنید پیشوای فاسقان نمرود تصمیم گرفت که ابراهیم علیه السلام را به آتش پرتایند و هنگامی که آنها ابراهیم را علیه السلام به آتش پرتافتند، خداوند به آتش فرمود: ای آتش، بر ابراهیم سرد و سلامت باش. پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از نسل ابراهیم علیه السلام باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، این پست را به دوستانتان روان کردن را فراموش نسازید و فکر خود را در کامنتاریا نویسید. خوش به حال شما دوستان و ویدیوهای آینده ما را انتظار شوید.